کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 28 مارس سال 2024 در یک صدمه مدهش در روز دوشنبه خوجند در حدود نویه عینی 5 نفر راننده و 4 مسافرش به هلاکت رسیده. تنها یک دخترچه 6 ساله به طور معجزه‌ای زنده مانده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 28 مارس ساعت 12:40 به قسم نوبداری این کمیته خبر رسید که در کیلومتر 148 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه عینی ولایت سوخت صدمه رخ داده است. نجات بخشان از بخش حالتهای فوق‌العاده وادی زرافشان به جای حادثه آمده معاین کردند که یک ماشین تمغه روان تحت اداره ساکن 33 ساله شهر دوشنبه هنگام حرکت از طرف شهر خوجند به طرف پایتخت به دلیل از عهده اداره واسطه نقلات نبر آمدن راننده از قسم بالای راه به قسمت پایان آن چپ شده است. در نتیجه صدمه راننده و 4 مسافرش در جای حادثه به هلاکت رسیده. تنها یک مسافر خردسال ساکن 6 ساله نویه یوان ولایت ختلان زنده مانده است ولی جراحت وزنی جسمانی برداشته است. نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده در رفع عاقبت‌ها از این صدمه مرگاور اشتراک کرده جسدهای راننده و 4 مسافر هلاک شده را از داخل ماشین بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. نجات بخشان همچنین به کودک زنده مانده یاری اول طبی رسانده سپس او را به دست طبیبان دادند. در پی این حادثه کمیته حالتهای فوق‌العاده از رانندگان خواسته است که در حد اکثر احتیاط کار گرفته تمام قاعده های حرکت از جمله سرعت را قطعاً رعایت کنند.